وسط قیام به این بزرگی و جنگ به این مهمی، راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش که حالا دیگه مسئله هزارم هیچ کدوم از این جوانهایی نیست که کف خیابون دارن با پاسدارا می‌جنگن. خب ظاهراً حق با شماست، اما خوبه که به این عکس‌ها هم یه نگاهی بکنیم. شاید شما هم این عکس‌ها رو دیده باشید. این عکس پرویز ثابتیه، یعنی بدنام‌ترین سرشکنجهگر ساواک شاه که بقایای ساواک در تظاهرات 1401 ایرانی‌ها در خارج کشور بالای سرشون بردن. آیا هیچ میدونید معنی این کار چیه؟ مثل اینه که فرضاً وسط همین قیام خودمون یه مرتبه یه نفر عکس لاجوردی یا خلخالی یا قاضی مرتضوی رو بالا ببره. ثابتی برای جوانهای 57 هم همین وضعیت رو داره. نسلی که دیکتاتوری سلطنتی رو در سال 57 برانداخت، اونها هم جوانهایی بودن مثل جوانهای امروز که از سرکوب و دیکتاتوری ذله شده بودند. نسلی بودن که با کوچکترین اعتراضی با ساواک شاه درگیر می‌شدند و بعد هم زندان و شکنجه و کشتار. و به همین علت هم خیلی طبیعیه که این نمایش مبتذل عکس ثابتی برای اون نسل به شدت منزجر کننده و تهوع‌آور باشه. و البته آخوندهای حاکم از چنین شاهکاری و بالا رفتن عکس یک شکنجهگر در تظاهرات منسوب اپوزیسیون قند تو دلشون آب میشه. چرا که میتونن با توی بوق کردن همین عکس منحوس همه ایرانی ها رو بترسونن و بگن که اپوزیسیون یعنی ساواک و بعد هم نتیجه بگیرن که پس بهتر به همین وزارت اطلاعات و سپاه و شکنجهگرهای فعلی اکتفا کنیم و از خیر قیام هم بگذریم. متاسفانه نسلی که ساواک را ندیده و جز همان تصاویر دستچین شده تلویزیون‌های وابسته به بقایای سلطنت نه هیچ حس حضوری از دیکتاتوری شاه دارد و نه تصویری واقع گرایانه از آن روزگار، احتمالاً هاج و واج به صحنه‌های درگیری ساواکی‌ها با مردم و مجاهدین در خارج از کشور نگاه می‌کنند. آدرستون هست، یکی رو میایم سراغتون. راستی داستان چیه؟ در غرب چه خبره؟ چرا ساواکی‌ها که قاعدتاً باید از ترس مردم ایران اونجا در اختفا و استتار باشن تا مبادا دومشون لای در محاکم بین‌المللی گیر کنه و به محاکمه کشیده بشن، حالا طوری شده که این چنین برای خودشون حریم امنی احساس میکنن که با دست باز توی خیابون‌های اروپا و آمریکا علیه مردم و مقاومت ایران جولان بدن. و سوال بعدی اینه که اصولاً مگه چیزی هم از ساواک باقی مونده که اینها این چنین به چماقداری در خیابان‌های اروپا و آمریکا رو آوردند؟ مگه ساواک دهه‌ها پیش منحل نشده بود؟ مگه سرکرده‌ها و شکنجهگرهای ساواک فراری نشده بودند و در گوش و کنار جهان مثل آیشمن و بقیه جنایتکاران نازی به زندگی مخفی رو نیاورده بودند؟ پس راستی چه اتفاقی افتاده که ساواکی‌ها دوباره و اون هم با چوب و چماق سر و کله‌شون در خیابون‌ها و رسانه‌های خارج کشوری پیدا شده؟ آدرستون هست، یکی رو میایم سراغتون. اون پرچم و هنجوز بس کرده، میایم سراغتون. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده. برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجهگرای آخوندها، اینا که مال آخوندها هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی
پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسداران. اونها رو میبینید انتظامی‌ها، اطلاعاتی‌ها، اونها به جای ریش کراوات داشتن. شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردند. نه نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می‌کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم. بعداً به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه‌خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینها زندانیان رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دستها و چشمهاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد. به روی همشون رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد. این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچهای مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیست میکردن. اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدند. البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.
Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later. I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was thrown onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and removed the blindfold from my eyes. 3 revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into 2 parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture. خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم. محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضاخان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضاشاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد. شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره. به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت. اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد. شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه‌ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسما سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی‌ها و دگراندیش‌ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندان‌ها و شکنجهگاه‌های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت
ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد. فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت. رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه، آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند، متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها بودند. سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد. بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه‌های اون زمان، اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره میکردن و اون رو بازتاب میدادن. مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است. این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم
جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو میکنه. شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن بود. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد. شاه کار رو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره. راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟ و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود. بینندگان عزیز، قسمت اول برنامه‌مون در اینجا به پایان رسید. در قسمت بعدی این برنامه خواهیم دید که ساواک شاه چگونه به خدمت دیکتاتوری آخوندها درآمد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی.